به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم. این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است، کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده، در حالی که فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند. قرآنی که بشارت دهنده و بیم دهنده است، ولی بیشتر آنان روی گردان شدند، از این رو چیزی نمی شنوند. آنها گفتند قلب‌های ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت می‌کنی در پوشش‌هایی قرار گرفته و در گوش‌های ما سنگینی است و میان ما و تو حجابی وجود دارد. پس تو به دنبال عمل خود باش، ما هم برای خود عمل می‌کنیم. بگو من فقط انسانی مثل شما هستم. این حقیقت بر من وحی می‌شود که معبود شما معبودی یگانه است. پس تمام توجه خیش را به او کنید و از وی آمرزش طلبید. وای بر مشرکان، همانها که زکات را نمی پردازند و آخرت را منکرند. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند پاداشی دائمی دارند. بگو آیا شما به آن کس که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است. او در زمین کوههای استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود. اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالی که به صورت دود بود. به آن و به زمین دستور داد به وجود آیید و شکل گیرید، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه. آنها گفتند ما از روی طاعت می آییم و شکل می گیریم. در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید و در هر آسمانی کار آن آسمان را وحی و مقرر فرمود و آسمان پایین را با ستارگان زینت بخشیدیم و با شهاب‌ها از رخنه شیاطین حفظ کردیم. این است تقدیر خداوند توانا و دانا. اگر آنها روی گردان شوند بگو من شما را از صاعقه‌ای همانند صاعقه عاد و ثمود می ترسانم. در آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر و از هر سو به سراغشان آمدند و آنان را دعوت کردند که جز خدا را نپرستید، آنها گفتند اگر پروردگار ما می‌خواست فرشتگانی نازل می‌کرد. از این رو ما به آنچه شما مبعوث به آن هستید کافریم. اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا نمی‌دانستند خداوندی که آنان را آفریده از آنها قوی‌تر است؟ و به خاطر این پندار پیوسته آیات ما را انکار می‌کردند. سرانجام تند بادی شدید و هولانگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم خار کننده تر است و از هیچ طرف یاری نمی شوند. اما ثمود را هدایت کردیم، ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند. به همین جهت صاعقه آن عذاب خار کننده به خاطر اعمالی که انجام میدادند آنها را فرو گرفت و کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات بخشیدیم. به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ میبرند و صفوف پیشین را نگه میدارند تا صفهای بعد به آنها ملحق شوند. وقتی به آن میرسند گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه میکردند گواهی میدهند. آنها به پوستهای تنشان میگویند چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ آنها جواب میدهند همان خدایی که هر موجودی را به نطق درآورده ما را گویا ساخته و او شما را نخستین بار آفرید و بازگشتتان به سوی اوست. شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید
نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید، بلکه شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید نمی داند. آری این گمان بدی بود که در باره پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاکت شما گردید و سرانجام از زیانکاران شدید. اگر صبر کنند یا نکنند به هر حال دوزخ جایگاه آنهاست و اگر تقاضای عفو کنند مورد عفو قرار نمیگیرند. ما برای آنها هم نشینانی زشت سیرت قرار دادیم که زشتی ها را از پیش رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند و فرمان الهی درباره آنان تحقق یافت و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن و انس که قبل از آنها بودند گرفتار شدند. آنها مسلماً زیانکار بودند. کافران گفتند گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید شاید پیروز شوید. به یقین به کافران عذاب شدیدی میچشانیم و آنها را به بدترین اعمالی که انجام میدادند کیفر میدهیم. این آتش کیفر دشمنان خداست، سرای جاویدشان در آن خواهد بود. کیفری است به خاطر اینکه آیات ما را انکار میکردند. کافران گفتند پروردگارا آنهایی که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا زیر پای خود نهیم و لگد مالشان کنیم تا از پست‌ترین مردم باشند. به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هرچه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هرچه طلب کنید به شما داده می شود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است. اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی رسند و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نائل نمی گردند. و هرگاه وسوسه های از شیطان متوجه تو گردد از خدا پناه بخواه که او شنونده و داناست و از نشانه های او شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید اگر می‌خواهید او را بپرستید. و اگر از عبادت پروردگار تکبر کنند کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و روز برای او تسبیح میگویند و خسته نمیشوند. و از آیات او این است که زمین را خشک و بیجان میبینی اما هنگامی که آب باران بر آن میفرستیم به جنبش در میآید و نمو میکند. همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده میکند. او بر هر چیز تواناست. کسانی که آیات ما را تحریف میکنند بر ما پوشیده نخواهند بود. آیا کسی که در آتش افکنده میشود بهتر است یا کسی که در نهایت امن و امان در قیامت به عرصه محشر می آید؟ هر کاری می خواهید بکنید او به آنچه انجام می دهید بیناست. کسانی که به این قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهند ماند و این کتابی است قطعاً شکست ناپذیر که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید، چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است. آنچه به ناروا درباره تو میگویند همان است که درباره پیامبران قبل از تو نیز گفته شده. پروردگار تو دارای مغفرت و هم دارای مجازات دردناکی است. هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار میدادیم حتما میگفتند چرا آیاتش روشن نیست؟ قرآن عجمی از پیغمبری عربی؟
بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت و درمان است، ولی کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است و گویی نابینا هستند و آن را نمی بینند. آنها همچون کسانی هستند که گویی از راه دور صدا زده می شوند. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، سپس در آن اختلاف شد و اگر فرمانی از ناحیه پروردگارت در این باره صادر نشده بود که باید به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود، در میان آنها داوری میشد و به کیفر می رسیدند، ولی آنها هنوز درباره آن شکی تهمت آمیز دارند. کسی که عمل صالحی انجام دهد سودش برای خود اوست و هر کس بدی کند به خویشتن بدی کرده است و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند. علم به قیامت و لحظه وقوع آن تنها به خدا باز می گردد. هیچ میوه‌ای از غلاف خود خارج نمی شود و هیچ زنی باردار نمی گردد و وضع حمل نمی کند مگر به علم او. و آن روز که آنها را ندا می دهد و می گوید کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید؟ می گویند پروردگارا ما عرضه داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم و همه معبودانی را که قبلا می خواندند محو و گم می شوند و می دانند هیچ گریزگاهی ندارند. انسان هرگز از تقاضای نیکی و نعمت خسته نمی شود و هرگاه شر و بدی به او رسد بسیار مأیوس و نومید می گردد و هرگاه او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم می گوید این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده و گمان نمی کنم قیامت برپا شود و به فرض که قیامتی باشد هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم برای من نزد او پاداشهای نیک است. ما کافران را از اعمالی که انجام داده اند به زودی آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به آنها می چشانیم. و هرگاه به انسان غافل و بیخبر نعمت دهیم روی می گرداند و با حال تکبر از حق دور می شود، ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای فراوان و مستمر برای برطرف شدن آن دارد. بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد. به زودی نشانه‌های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می‌دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟ آگاه باشید که آنها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند و آگاه باشید که خداوند به همه چیز احاطه دارد.